اگه همه استراتژی‌ها یه روز از کار میافتن، پس تریدرهای حرفه‌ای روی چی حساب باز میکنن؟ یه سوال، اگه امروز آخرین روزی باشه که ترید میکنی، به خودت میگی واقعا تریدر شدم یا فقط چند سال دارم معامله میکنم؟ قبل اینکه جواب بدی، یه سوال دیگه هم هست. اصلا فرق این دوتا چیه؟ چون لزوما کسی که معامله میکنه تریدر نیست. تا آخر این ویدیو جواب این سوال بر روشن‌تر میشه. همه ما یه نسخه ایدئال از خودمون توی تریدینگ داریم. نسخه‌ای که میدونه کی و چرا ورود بکنه. بعد هر معامله فارغ از نتیجهش سیستمش سرپا میمونه. بعد چند تا استاپ پشت سر هم تو لوپ اشتباهات نمیفته. تو هر شرایطی میتونه حرف مارکت رو بفهمه و سوال بی جوابی توی ذهنش نمیمونه. اما حقیقت اینه خیلی سالها دنبال همین نسخه میگردن بدون که بدونن کجای کارشون داره اشتباه پیش میره. منم سالها فکر میکردم باید استراتژی بهتری پیدا کنم. هر وقت یه استراتژی اون برایندی که میخواستم اون نمیداد حذفش میکردم. بعدی. اما یه اتفاق باعث شد دیگه نتونم خودم گول بزنم. 2 ماه همه چی عالی پیش میرفت. فکر میکردم بالاخره پیداش کردم. اما برای بازار فقط چند هفته کافی بود تا تقریبا همه باورامو به هم بریزه. اونجا بود که یه سوال ولم نمیکرد. اگه همه استراتژی‌ها یه روز از کار میافتن، پس تریدرهای حرفه‌ای روی چی حساب باز میکنن؟ جواب اصلا چیزی نبود که انتظارشو داشتم. مشکل من استراتژی نبود. مشکل این بود هیچ وقت چیزی نساختم واقعا بشه اسمشو بذاریم سیستم. یه ساختار مشخص برای اینکه کی ورود کنم، کی خروج بزنم، چقدر ریسک کنم. من چند تا قانون خوب داشتم، اما تا زمانی که قانون کنار بقیه قانون قرار نگیره سیستم نیست. سلام، من عالمیام. تو این کانال قرار نیست بهت بگم که فردا چی بخری یا بفروشی. قرار نیست هر هفته یه استراتژی جدید معرفی کنم. قرار نیست دنبال هیجان باشیم. این کانال از یه سوال شروع شد: چجوری از کسی که فقط معامله میکنه به کسی تبدیل بشیم که واقعا تریدره؟ برای همین بعضی وقتا در مورد پرایس اکشن صحبت میکنیم، بعضی وقتا روانشناسی معامله‌گری، بعضی وقتا طراحی استراتژی، بعضی وقتا هم اندیکاتورها. ولی هیچ کدوم از اینا به تنهایی هدف ما نیستن. هدف ساختن یک سیستم معامله‌گری واقعیه. سیستمی که وقتی رفتار بازار تغییر میکنه مجبور نباشی همه چی از صفر شروع کنی. نمیتونم قول بدم بعد همراه شدن با این کانال قرار همیشه سود کنی. همچین قولی وجود نداره. اگرم وجود داشته باشه برای کلاهبردار است. اما میتونم بهت قول بدم بعد همراه شدن با این کانال کم کم دیگه فقط کسی نیستی که معامله میکنه. داری تبدیل میشی به همون تریدری که تو ذهنت ساخته بودی. اگه بخوام کل این ویدیو رو توی جمله خلاصه کنم، جمله‌ای که قراره تو کل این کانال همراهمون باشه: هر وقت ترید سیستماتیک دور شی به قمار نزدیک میشی. با عالمی خوش اومدی.